آقا شماره های ضروری مثل شماره تلفن یا شماره کارت رو با اعداد فارسی نفرست. نمیدونم تو هم این تجربه رو داشتی یا نه، ولی وقتی یک شماره کارتش رو با اعداد فارسی برام میفرسته نمیتونم با یک کپی پست ساده ببرم توی همراه بانکم استفاده کنم. باید اول خودم یه بار با اعداد لاتین بنویسمش، بعد اونو کپی کنم و ببرم توی همراه بانک. چرا اینجوری میشه؟ چون برنامه‌نویسی با حروف و اعداد لاتین انجام میشه. در مورد شماره تلفن هم همینطوره. بیاین یه نمونه مثال براتون بزنم. من یه شماره رو برای مثال اینجا نوشتم توی مسیج تلگرام خودم. اینو کپی میکنم. اولا که میبینید وقتی روش میزنم مثلا نمیشه تماس گرفت. اگر این با اعداد لاتین بود، همینجا الان براتون تایپش میکنم. همونطور که میبینید چون با اعداد لاتینه من میتونم مستقیم روش بزنم و تماس بگیرم، ولی با اعداد فارسی نمیشه. اینو باید کپی بکنم، ببرمش توی برنامه تلفن، واردش بکنم که باز هم هیچ اتفاقی نمیفته. این پستم بفرست برای اونایی که همیشه شماره‌های ضروری رو با اعداد فارسی برات میفرستن.